سلام كمسك الختام. ای مردم، از خدا آمرزش طلبید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع توبه را دوام داده حدیث امروزه را میخوانیم. از اغر ابن یسار مزنی رضی الله عنه روایت است که گفت آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای مردم، از خدا آمرزش طلبید، به درگاه او توبه کنید، زیرا من در هر روز 100 بار توبه می کنم. روایت مسلم. دوستان عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم امتانشان را به توبه کردن امر می کنند. برخی از علما گفتند که نه تنها مسلمانان را امر کردند، بلکه همه را به توبه کردن امر کردند، چون در اینجا کلمه یا ایها الناس یعنی ای مردم را استفاده بردند. و این چونین خود پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر می دهند که در یک روز 100 مراتبه استغفار می گویند، نوابسته از آن که از معصیت و گناه پاک هستند. و علما گفتند که در اینجا کلمه 100 معنای آن را ندارد که فقط 100 مراتبه. این معنای آن را دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روز اینه که بسیار استغفار میگویند، از 100 مراتبه هم زیاد. استغفار پیامبر صلی الله علیه و سلم این استغفار از گناه و معصیت نیست، بلکه این استغفار ذکر کردن الله است، رجوع کردن به الله سبحانه و تعالی و شکر گفتن اوست و تشویق و ترغیب برای ما بندگان گناهکار است. چون اگر تصور کنید پیامبری که از گناه و معصیت پاک هستند در یک روز 100 بار استغفار گویند، پس ما بندگان گناهکار در یک روز چقدر باید استغفار گوییم؟ ولی ما باید بیشتر بگوییم. برداشت از این حدیث: یکم، واجب بودن توبه برای هر نفر. دوم، اخلاص در توبه شرط قبول آن است و کسی گناه را نه برای خدا ترک کند او از جمله توبه کنندگان حسابیده نمی شود. مثال، شخص شراب نوشیدن را بس کرد به سبب آنی که طبیب او را منع کرد، یا به سبب آنی که شخص به پدر و مادر وعده داد که من دیگر شراب نمی نوشم. یعنی ترک گناه را نه از ترس خدا و از برای چیزی کرد. چون این ترک گناه توبه کردن حسابیده نمی شود. سیوم، بسیار استغفار گفتن، یعنی استغفر الله گفتن. و چهارم، استغفار پیامبر صلی الله علیه و سلم از گناه نیست، بلکه به معنای شکرگزار بودن، ذکر او تعالی را انجام دادن است. دوستان عزیز، این بود معلوماتی کوتاه درباره شرح این حدیث. دعا میکنیم که خداوند گناهان ما را ببخشد، توبه های ما را به درگاهش قبول گرداند و همه ما را از گناه پاک و منزه گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.